مجموعه ویدیویی ارتش شیطان قسمت 19. مجموعه ویدیویی ارتش شیطان به بیان تحرکات پنهان یاران شیطان در سراسر جهان برای تسلط بر دنیا می پردازد و مشاهده این مجموعه می تواند باعث بالا بردن آگاهی شما از این پروژه ها و سیستم های جهانی باشد. قسمت 19 زیر عنوان سیستم آموزشی و بردهداری نوین به شما تقدیم می گردد. چرا امروز دانش آموزان ما قادر به تفکر نیستند؟ چرا نمی توانند استدلال کنند؟ چرا در سراسر جهان نتایج امتحانات اغلباً بد است؟ و آیا اهداف شوم و پنهان در عقب سیستم آموزشی امروز قرار دارد؟ پاسخ اینها و سایر سوالات را در این قسمتی از مجموعه ارزشمند بدانید. آموزش کلید موفقیت است که میتوان با آن دانش، تجربیات و اخلاق را حاصل کرد که برای فرا گرفتن به منظور یعنی دانستن هدف اساسی هستی پیشرفت و ترقی می باشد. اما نظام آموزشی امروزی طور طراحی نشده که شما را به موفقیت های واقعی برساند، بلکه به شما فقط احساس آن را می دهد که روز به روز فهمیده تر می شوید، اما در واقعیت دید شما را نسبت به حقیقت به پیمانه محدود باریک می سازد. چون یکی از موثرترین شیوه ها برای کنترل اجتماع این است که قدرت تفکر آزاد را از آنان بگیرید و برایشان فرصت ندهید تا خارج از محدوده تعیین شده فکر کنند. نظام آموزشی نوین توسط افراد ثروتمند و پرنفوذ تشکیل شده تا با واسطه آن بقیه اجتماع را به بردگی خود درآورند. طور آنان را کارگران با تجربه و مطیع ساختند تا با آنان کارخانه ها و دفاتر خود را مجهز ساخته و فعال نگه دارند. بنابراین آنها مکاتب را ساختند تا کارگران بی‌فکر و وابسته به بار آورند، نه افراد متفکر آزاداندیش و مستقل. اگر شما به دور میز نشسته باشید و بگویید چیزی که ما می خواهیم پیدا کردن راهی است که به واسطه آن دیدگاه افراد جوان را مطابق میل خودمان تغییر دهیم، طوری که هر قدر بالغ و بالغتر شوند کاملا پیرو دیدگاه شوند که ما می خواهیم. خب شاید فرد بگوید که ممکن چنین نباشد، اما می دانید نکته ایدئال چیست؟ کاری که ما میکنیم این است که ما سیستمی داریم که با آن اطفال از سنین 4 یا 5 سالگی حداقل برای 5 روز در هفته از والدین دور باشند و افکار آنان را تا سنین 17 و 18 سالگی در کنترل داریم. این ایدئال به نظر می رسد. خب این چیزی است که اتفاق می افتد و آن را سیستم آموزشی می دانیم و این شستشوی مغزی است. در قسمت‌های قبلی آموختیم که موثرترین شیوه کنترل جامعه این است که افکار مردم را در کنترل داشته باشیم. حال به نظرتان موثرترین شیوه برای کنترل افکار چیست؟ این است که شما به فرد این حس را منتقل سازید که گویا او به مرور زمان آگاهتر و فهمیده‌تر می شود، حالان که او را باریک فکر ساخته و توانایی تفکر آزاد را از او می گیرید. و این همان چیزی است که امروز سیستم آموزش و پرورش انجام می دهد. در واقع سیستم آموزشی فرایند طولانی است که توسط آن افراد از کودکی تا بزرگسالی از طریق برخی از روش‌های از قبل ساخته شده توسط طبقه ممتاز شستشوی مغزی می شوند. خوب، این روش‌های از قبل ساخته شده کدام ها اند؟ یکی از آن روش‌ها صرف زمان و انرژی بیشتر برای شکل‌دهی رفتاری است، نه تدریس. شکل‌دهی رفتاری یعنی استفاده از قوانین پاداش و مجازات با منظور این که افکار، احساسات و اخلاق کسی را عمدن شکل دهی کنید. قوانین بیش از حد در مکاتب ضروری نبوده، بلکه بیشتر به خاطر است که دانش آموزان احساس ناتوانایی و عصبانیت کنند، نه اینکه فضای یادگیری بهبود یابد. سیستم آموزش و پرورش ساعات و کتب درسی را نیز طور تنظیم می کند که تا حد ممکن قطعه و پراگنده باشد، طوری که همه موضوعات در تیکه های نامربوط آموخته می شود. به این ترتیب دانش آموزان موضوعات هر بخش را به شکل مجزا حفظ کرده
و می توانند مسائل کارخانگی خود را حل کنند. اما این قطعات مجزا هیچگاه در ذهنشان یک تصویر کلی را به وجود نمی آورد که از کل موضوع درک واقعی و لازمی را داشته باشند تا اینکه بتوانند از ایده ها و روش های اصلی استفاده کنند. بنابراین دانش آموزان در انجام کارها فقط به روشی که آموزش داده می شوند مهارت پیدا می کنند و توانایی دستیابی به روش های بهتر را از دست می دهند و این گونه است که آنها مانند ربات های پروگرام شده می شوند که بدون کدام سوالی به کار خود می پردازند. روش دیگر این است که در ذهن دانش آموزان این تصویر را حک می کنند که برای زندگی فقط یک مسیر وجود دارد، مسیری که باعث می شود شما به روش خاص فکر کنید و همواره به شما می گوید برو به مکتب، دیپلمت را به دست بیاور، دوره ماستریت را سپری کن و برایت شغل ثابت پیدا کن. تمام این کارها را بکن وگرنه در زندگیت موفق نخواهی بود. روش دیگر شامل دستکاری حقایق در کتب آموزشی است تا اینکه تصویر غلطی از دنیا را در ذهن مردم ایجاد کنند. از همه بدتر کتب تاریخ و ساینس هستند، زیرا آنها برای ذهن متوسط بیش از حد ساده شده‌اند و توسط کمیته های خاص با اجندای سیاسی نگاشته شده‌اند. بنابراین تصویر اصلی که در ذهن دانشجویان تجسم می شود به ندرت دقیق است، چون آنها قصداً می خواهند که دانشجویان عقاید را دنبال کنند که توسط سیستم پشتیبانی می شوند. تمام سیستم، چون مغز ما دارای دو نیم کره است، قسمت سمت چپ که مربوط کلمات بوده و با آن حقایق هستی را ادراک می کنیم و قسمت راست مغز که مربوط می شود به خلاقیت، الهامات و روابط و قسمت دیگر همان جسمهای پینه‌ای است که این دو را با هم وصل می کند. اولتر از همه ما فقط اندکی از مغزمان را استفاده می کنیم که این خود سوال برانگیز است.